منابع زیاد نزدیک و جبهه مقاومت ملی افغانستان میگویند که حاجی روح الله صالح برادر کلانی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از سوی طالبان کشته شده است. اما در مورد چگونه کشته شدن او دو فرضیه بیان می شود. ساکنان پنجشیر به خبرنگاران گفتند که حاجی روح الله چند روز پیش در یک زده‌خورد با جنگیان طالبان به هلاکت رسید. ولی برخی منابع نزدیک به جبهه مقاومت میگویند که حاجی روح الله را هنگام سفرش به کابل در راه جنگیان طالبان شناخته اسیر گرفتند و او را عذاب و شکنجه زیاد داده کشتند. توسط منابع مستقل سنجیدن واقعیت این خبر در شرایط امروز پنجشیر امکان ندارد. امرالله صالح در حکومت اشرف غنی مقام معاون اول رئیس جمهور را داشت. بعد از افغانستان فرار کردن اشرف غنی، امرالله صالح که از پایتخت شهر کابل به زادگاهش در پنجشیر پناه برد، خود را رهبر اول کشور اعلام کرد. او همچنین گفت از احمد مسعود به حیث رهبر مقاومت ضد طالبان پشتیبانی میکند. امرالله صالح بار آخر از خود روز 3 سپتامبر درک داد و با نشر یک ویدیو سر و صداها درباره ترک پنجشیر کردنش را رد کرد. بعد آن باز خبرهای نشر شد که امرالله صالح روز 5 سپتامبر به دوشنبه آمده است تا زمینه را برای مذاکرات بین جبهه مقاومت و طالبان در پایتخت تاجیکستان آماده کند. سفیر افغانستان در دوشنبه ظاهر اخبار تصدیق کرد که امرالله صالح دوشنبه آمده بود، ولی به گفته سفیر او الکی به افغانستان برگشته است. با این وجود محل بود و باش کنونی امرالله صالح انیق نیست و روشن نیست که آیا او در پنجشیر است یا بیرون از افغانستان. امرالله صالح 48 سال داشته مثل احمدشاه مسعود زاده در پنجشیر است. در دوران کرزی از سال 2004 تا 2010 امرالله صالح رهبر ریاست امنیت افغانستان را بر عهده داشت و در دوره اشرف غنی تا رسیدنش به مقام نایب پرزیدنت در سال 2019 وزیر کارهای داخلی بود. در انتخابات اخیر پرزیدنتی افغانستان امرالله صالح غیر چشم داشت از دکتر عبدالله بریده به تیم اشرف غنی پیوست. بعدا معلوم شد که این معامله در عوض تقدیم کرسی نایب پرزیدنت به امرالله صالح صورت گرفته است.